به نظر شما توی مریخ چه خبر و آیا موجوداتی توی اون زندگی میکنن؟ من قراره در این قسمت 10 تا از عجیبترین تصاویری که مربوط به کره مریخ هست رو نشونتون بدم که واقعا نمیشه خوب توصیفش. شماره 10. در سال 1976 وایکینگ 1 این عکس رو از مریخ گرفت و به زمین مخابره کرد. این عکس ذهن همه رو مشغول به خودش کرد و به شکل یک صورت بود. در سال 2001 یک عکس با کیفیت بالا از همونجا گرفته شد و معلوم شد اصلاً شبیه به این صورت نبوده. شماره 9. شاید شما هم شنیده باشید که بعضیا میگن اهرام مصر رو موجودات فضایی ساختن و وقتی هم که ناسا این عکس رو منتشر کرد خیلی‌ها تأکید میکردن که اهرام مصر رو 100% آدمای فضایی ساختن، ولی ناسا بعداً اعلام کرد این فقط یک اتفاق بوده و این هرم داخل عکس فقط اندازه یک قوطی نوشابه است. شماره 8. وقتی این عکس گرفته شد خیلی‌ها میگفتن این یک مجسمه قدیمیه، ولی ناسا این رو انکار میکنه و میگه ذهن انسان بعد تابش نور باعث شده که ما این تصویر رو اینطوری ببینیم و طرفداران تئوری توطئه میگن اونها میخوان حقایق رو از ما پنهان کنن. شماره 7. مریخ نورد اسپریت چند سال پیش این عکس رو به زمین مخابره کرد و این تیکه از عکس همه رو مبهوت خودش کرده بود. در اون یک تیکه سنگ به شکل نیمتنه انسان دیده میشه، ولی باز هم محققین دلیل دیده شدن اون سنگ به این شکل رو نورپردازی دونستن. شماره 6. این عکس رو مریخ نورد کریوسیتی و یا کنجکاوی در سال 2015 فرستاده و یک شیء سیاه که با محیط فرق داره رو نشون میده، یک بشقاب پرنده. ولی ناسا زیر بار نمیره و میگه این تصویر به دلیل سایه روشن نور و تصورات انسان‌ها به این شکل دیده میشه. شماره 5. آیا بر روی مریخ زندگی وجود داشته؟ شاید. وقتی این عکس منتشر شد خیلی‌ها یک تیکه سنگ شبیه فسیل ماهی رو در اون دیدن، ولی باز هم محققین ناسا گفتن مریخ هیچ وقت انقدر اکسیژن نداشته که یک ماهی به این سایز در اون رشد کنه. شماره 4. در واقع این بخش 2 تا عکسه. اولی یک آدم فضایی رو پشت یک سنگ و دومین عکس یک آدم نشسته بر لب صخره رو نشون میده و مثل همیشه ناسا انکار میکنه و میگه اینها فقط سنگن و تصورات ما انسان‌ها اونا رو به این شکل در میاره. شماره 3. همونطور که میدونید در طبیعت خطوط صاف کم پیدا میشن، برای همین پس از انتشار این عکس مردم این قسمت از عکس رو شبیه استونهنج در انگلیس دونستن و معتقد بودن که 100% آدم‌های فضایی در ساخت اون دست داشتن. ولی محققین مثل همیشه این نظر رو مردود و حوادث طبیعی رو دلیل این ساخت و ساز دونستن. عکس شماره 2 رو که مریخ نورد کریوسیتی یا همون کنجکاوی به زمین فرستاده، کنجکاوی مردم رو هم به حد اعلا رسونده بود، چون همه توی این عکس‌ها دنبال آدم فضایی ها بودن، ولی توی این یکی روح یک زن با موهای بلند پیدا شد. ولی طبق معمول ناسا انکار میکنه و میگه روح رو روی زمین هم قبول نداره، چه برسه به فضا، و اینها زائده تخیلات انسان هاست. و در آخر عکس شماره 1 که این هم توسط کنجکاوی گرفته شده، قرار بوده یک عکس ساده از یک دشت مریخ باشه، ولی در سال 2014 پس از انتشار این عکس توجه همه به یک تیکه نور در اون جلب میشه، ولی این بار ناسا در مورد نور و سایه و سنگ و تصورات و اینطور چیزا هیچی نگفت و فقط گفت اینها پرتوهای کیهانی یا کازمیک ریز هستن که از زمین بلند میشن. حالا نظر شما در مورد این عکس‌ها چیه؟ آیا سازمان فضایی آمریکا حقیقتی رو از مردم جهان پنهان میکنه؟ خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد خوشحال میشم که کانال برمودا رو دنبال کنید.